PKK و شرکرنا به وکالت لدیج هریما کردستانی PKK شر فرود پدکی و به همو هزاخو کارجبونا برنا ستاتویا باشور کردستانی کر. هرچند اف سیاست نهایی PKK لهمبر باشور کردستانی و پارتی نوی پارچه کردستانی به تباهی و پارتی دموکراتیا کردستانی PKK به تیبتی دمشینه باش سالا 1990 دا زیرتر بویه. PKK نها بیترج هر دمکیدن هیزین خوین چکداری لباشور کردستانی کومدکه. هر وها او بزاوین کردان یین لآوروپای بر بنماند به. یین مایی به تنی PKK و ینکنه. پارتیا دموکراتیا کردستانی پارتیا هری بهزیا کردستانی بو به تیبت ناوچه بهدینان و بوتان باکور کردستانی PKK به تنی خوف و حزر جبو به پارتیا دکر هرچند پارتیا دموکراتیا کردستانی هزا خویا چکداری و جماوری هری مازن هبوجی لی تجاران لدیجی پارتین ولات پاریزو نچو لدو چپرانده بلکل جهه زمان شهر زمان دیپلماتیک بکارانی و به زمان که نرم و بگشتی لکردستان باکور و به تیبتی جیل نافچه بوتان جهه خو بکر PKK بریا عشایرین وی نافچه بنگه هک جخورا آوا کر لبل لسال 1991 ده باش سرهدانا گل باشور و بجیبونا آزادیا باشور ولاتو درست کرنا هریما باشور PKK اف پارتیه به متاسیه که هری مزندان آساندن ترسا PKK اف کن نکاره وقت دخوازه لنافچه لجیر دستلتا PKK ده گل کرج خورا کسب بکه و لدیجی هزران نتوی و دولتا سر بخور راوسته هر وقتا PKK پینگا بکی دروکی آوید به PKK شرط پیرا فروشتیه یا اشکریه که هر داما PKK لباشور ولات پینگا بکی دروکی آوید به PKK شر چکتاری یا بو وکالت به PKK فروشتیه آنکو PKK شر به PKK فروشتیه PKK جخورا لاوازیه که هری مزند بینه و کن نکاری پاش سرهدانا باشور لسال 1991 ده خل باجرن باشور به جیبه که و عاطفه گل باشور جبو خور را کشه PKK لسال 1991 ده تا کو بکاره به حزب لباشور پارتی کردی به ناو پارتی آزادیا کردستانی پاک دا مزراندو هزک چکتر جیرا درست کر جبو وی که اوجلان گل کسایت و نادارین عشایرین باشور داخواز که شامی و اوجلان تکوشین جبو وی که دیگه و پاک بکه جگیری PKK لسال 1992 ده باش درست کردن حکومت باشور PKK دشمنتای خو لهمبر وی یکی دیای کرو شر به PKK فروشت PKK لدیجی حکومت باشور نافچه بوتان و بهدینان شر دیگر PKK کر هربت اف یک به وقت بر هب کرنا پیش وقت بو اف شر PKK دیگر حکومت نو آوابو یا باشور انجام دای بو سدم که حکومت حریم باشور هرجی دست PKK درست بونخ لواز بده PKK به تو آوای که اف شر به شر براکوژینه ناساند بلکه اف شر به شر لدیجی ایخانتی داناساندن و لگور PKK ایخانت اجتماعی انجام دایه جبر وی که شری لدیجوی دیگه جسال 1992 پیدا PKK هزا خویا سرک خسته دوی شری لدیجی PKK را بهانه یا PKK جی بوکو ایخانت PKK اوه کو PKK نزدیک ترکیه یا راستش گیدنه اف دیجی اوه جبر کو ترکیه و ایران و عراق نکارین جبر آمریکای از منا باشور ولات جناب ببن PKK به وکاره ارکدار کرد بو واته کدن ام دکارن ببیجن کو هر دجاتی و کو شرپ فروتنا PKK به باشور و PKK را دولت که مینا ترکیه و ایران و عراق لپشته PKK برنامه یا وان دولتان بجیدی که لسال 1992 ده PKK ایخانتی که هری مزن لکادرون فکر دمادوی سالی دا PKK شهر به PKK فروشتی لناسشوی هفتانی 19 گریلاین و بریندار دکهون PKK وان برینداران دبه و لشکفته که وی نفشهید بچیدی که PKK دخواست که وان برینداران نخوشخانه که حولی تداوی بگه لبری جمیل بایق بریار ده که هر 19 گریلا ورن قتل کرنو دبیجه قتل کرنا وان گریلان پر برومتر جویی که PKK تداوی وان بکه به بریار جمیل بایق تقل وان گریلا تکرنو 18 کسین کشتن گریلا که بناو جاهیده کو خلق دیری که زندی خلاص دبه جیبه کنکوژیا بریار جمیل بایق خاطی انجام دان پاش کو جاهیده خودگه هینه جهه که اوله راستی جه هر کسی که را دبیجه و دیار دکه کو او گریلا به بریار جمیل بایق خاطن قتل کرن و به وری بایق دخواست و ها نشان بده کو PKK بریندار و دیلین PKK دکوژه و پاش دیار بونا و راستی اوجلان دیگر سرکرداتی PKK مینا هر جار به بیاری دوشیرنو به تو آوایی که رینادن باس سر بیکرن لسال 1993 ده PKK گلک ولات پاریز لأوروپای و پارچه دینی کردستانی لکامپا زلی و لباشیر کردستانی کم کرن دا کو مجلس نتوی کردستانی آوا بکه راست مابست سرکی یا PKK آوا کرنا مجلس که نتوی نبو بلکو مابست به دیجیتی کرنا پارلمانتویا باشیر کردستانی بو گوژ عالی هیز ناو دولتی دام پیدا هاتن کرن PKK جبوه مابست اخوات 200 کس لزلی کم کرن پاشه اف کسه و دیگران جه خویین کل باکور کردستانی هاتی و دوگردان دا جه عالی دولت ترکیه هاتن گرتن و کشتن
ارکین پککی د دست نشان کرنا ولات پریزان دا کشتنا وان به دست ترکیه فرصا سرکی یا لسر هلده ده اوه گلو چما دما پککی نکاری گلو ولات پریزان بو پاریزا وان کاراندکه برسیب جی اوه پککی به ارکی خوراده به او ارکی دولتا ترکیه پیدایه او ارک جی اوه کو کسیم برنیاس و ولات پریزان کرد دست نشان بکیو به پیلان وان کسان به دست دولتا ترکیه بدت کشتن